اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، یک شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه آستانه ما، برنامه‌ای که در ماه مبارک رمضان که الکی در 15مین روز ماه مبارک رمضان هستیم همراه شما تهیه کردیم. برنامه هایی که خاصی رمضانی باشد و مهمترین مسئله هایی که برای اکثریت هموطنان و اینچنین برای اکثریت تماشابینان نامعلوم است یا کمی اشکال دارد برای شما روشن سازیم. امروز عزیزان به نزد شما آمدم با موضوع خرافات های شب های قدر و رمضان و یا گفتیم بدعت هایی که در ماه رمضان مردم به آن دست میزنند و گپ های بافته و ساخته که در دین اصل ندارند و مردم آن را از شریعت میدانند. و اینجا عزیزان، هر نفری که میخواهد اصل یک چیز را نابود کند، او در داخل همان چیزهای نوپیدایی را جا میکند. مثلا برای اینکه خود اصل دین مسیحی از بین رود، چقدر احکام ها، چقدر قانون هایی که در دین مسیحی هست اون رو از بین بردن و به جای اون چیزهای خرافاتی رو پیدا کردن که هر گناه میکنی بکن، عیسی تو رو شفاعت میکند یا تو رو از گناهت میگذرد. و این چنین عیناً در دین یهودی ها هم همین گونه تغییرات زیادی هست که وقتی به اصل دینی آنها نگاه میکنید یا به تورات اصلی نگاه میکنید، دینشون خیلی شبیه دین اسلام ما هست، اما همون گونه که آنها تحریف و تغییرش دادن میبینید که دیگر چقدر مردم از آن دین متنفر هستند. پس دشمنان هر یک دین یا گفتیم دشمنان هر یک قانون و هر یک آیین وقتی میخواهند همون دین را نابودش سازند، تغییرات داخل آن دین میکنند تا مردم یا آن دین را مسخره شمارند، بی ارزش شمارند، یا اینکه اینقدر برایشان سخت و اینقدر برایشان مشقت بار باشد که اون دین دیگر گویند نه سر تا پا در این دین همه چیز گناه هست و من نمیتونم با این دین متمسک باشم و زندگی خود را پیش برم. عیناً همین گونه علل خصوص بعد از شوروی، بعد از پاش خوردن خلافت های اسلامی، بعد از اینکه کشورهای مسلمان ضعیفتر و ضعیفتر شدن، میبینید که دشمنان اسلام با یک چند قانون های داخل دین ما آمدند که آنها در دین هیچ اساسی ندارند ولی برای ما میگن ثواب دارد بکنید. و این چنین چقدر احکام هایی هست که آنها گناه هستند، گناه عادی هم نه، گناهی که دین انسان را از دین حتی خارجش میسازند، آن را گفتن این شریعت شما هست. و البته مردمی که سالها از علم علما و از کتاب و از اصل شریعت بیخبر هستند، اون همه قانونهای بافته و ساخته را که گویا از بابای مانده است گرفتند و قبول کردند. و چقدر ما بدعت یا خرافات های داریم در نمازها، در عزا، در توی، در ماهها، در روزها، حتی ساعت هایی هست که در این ساعت این ممکن است این ممکن نیست، در آن روز این چیز ممکن است آن چیز ممکن نیست، در فلان ماه این کارو بکن آن رو نکن، در حالی که یگان تای این رو شما در کتاب سنت، در سخن علما، در کتاب قرآن پروردگار نمیبینید. عیناً همین گونه خرافات های زیادی رو به ماه رمضان داخل کردن، علل خصوص شب قدر. شب قدر که پروردگار میگوید لیلة القدر خیر من الف شهر، عبادت این ماه از 1000 ماه بهتر است. تو در این ماه اگر به پروردگارت عبادت خالصانه کردی، تو ثواب 84 سال را میگیری. گویا که یک عمر انسانیت با ثواب گذشت. ببینید برای اون که مسلمان های تاجیکستان، در ازبکستان هم این قول است، عموما در همون کشورهای پساشوروی مسلمان هست که این رو میگه مخصوص کار کمونیست ها یا کار دشمنان دین است که این خرافات رو به شب قدر ما هم جای کردن. و بزرگترین عبادت ما که ما باید خالصانه در این شبهای قدر با پروردگارمون عبادت کنیم تا که عبادت یک عمره رو، یعنی ثواب عبادت یک عمره نصیب حال ما شود. و ما گفتن نه، و جایی با پروردگار عبادت خالصانه کردن، انتظار پرنده شود که نامش لیلة القدر است.
انتظار فرشته های شوید که شما یکی میبینید همین که دیدید همه آرزوهایتان عملی میشود. و عجبا که مردم زیادی به این باور داشتند و عزیزان خودی بنده تا تقریبا 15 سالگی 16 سالگی که بعدا از این یکم آگاهیت شروع شد و همین چیز را در خانواده و در دهه ما هم حتی جاری کرده بودند که این شب یعنی شب قدر شب 27 رمضان پرنده پرواز خواهد کرد که نامش لیلة القدر است. شما آن را دیدید آرزوهایتان عملی می شود و مردم به جای در این شب عبادت کردن و پروردگار آرزوهای خود را بردن و پروردگار طلب مغفرت کردن و چه خیلی گفتم نائل ثواب 84 ساله شدن انتظار بودن، از پنجره نگاه میکردن که شاید پرنده الان پرواز کند و ما یک و یک بار ثروتمند میشویم و یا ما یک و یک بار چیز دیگر میشویم. مردم انتظار پرنده و عجیب است که چقدر ثواب 84 ساله رو از ما با این یک دروغی بافته و ساخته شده، با این یک خرافاتی که شرک محض است. این رو نمیگویم، این یک گناه است. ببینید در ما خودی همین در شب قدر انتظار شدن که گویا پرنده می آید و این پرنده آرزوهای ما رو برآورده می کند شرک محض است که الله می گوید و من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. در سوره احقاف در آیت 5 الله میگه کیست گمراهتر از آنهایی که دعا میکنن، طلب یاری میکنن از کسی یا از چیزی که وای هرگز دعای شما را نمیشنود. تا روز قیامت هرچی دعا کردی تمام عمرت هرچی به او بگفتی به من کمک کن، مرا ثروتمند کن، مرا صاحب مال کن، آرزوی مرا برآورده کن، او تو را نمیشنود. و هم عن دعائهم غافلون، آنها از دعای شما بیخبر هستند، در غفلت هستند. دعای شما را یگانه الله میشنود که میگوید ادعونی استجب لکم، مرا دعا کنید این من هستم که شما آن را اجابت میکنم. پس بزرگترین نمیگویم خرافات یا بدعت، بزرگترین شرک اکبری که دشمنان اسلام در اعتقاد مسلمان ها، در اعتقاد مردم تاجیکستان و ازبکستان و این کشورهای پساشوروی جای کردن این است که این شب را با عبادت رب العالمین نه در انتظار پرنده گذرانید. اون پرنده ای که هم اصلا وجود ندارد، پرنده ای که هم ساخته شده است، بافته شده است که از شما بگیرن این عبادتی که شما و آن در دیگر سایر روزها هرگز نائل نمیشوید، هرگز نائل نمیشوید. پس این شب بعضی میگن نه فرشته، سالی گذشته بود در خاطرتان شاید باشد اکثریت که در ازبکستان گویا که ما فرشته رو دیدیم. خیلی یکی دیدید، اصلا که باوری نیست که دیده باشه، یکی دیدید پس چه شد؟ شما فرشته رو دیدید دعای شما اجابت میشود. انسان یکی فرشته رو دید دعای و اجابت است. انسان یکی پیامبر رو مثلا دید دعای و اجابت است، صلی الله علیه و سلم رو دعا را پروردگار الله یگانه اجابت میکند. اون هم با حکمت خود. دعاهایی هست که کمی دیرتر اجابت میشود، دعاهایی هست که از انسان صالح و حلالخور باشد فورا اجابت میشود، دعاهایی هم هست که پروردگار میداند که اجابت آن دعا به صلاحیت من و شما نیست که آن را اجرش را وا میگذارد بر روز قیامت. پس عزیزان بزرگترین شرک اکبر، نمیگویم خرافات، این انتظار پرنده یا فرشته بودن که بعضی ها میگویند پرنده میبینیم، بعضی ها میگویند نه فرشته ها میآیند و دعای ما اجابت میشود. و فرشته دعای ما چه رابطه دارد؟ در این شب ما باید عبادت خالصانه با پروردگار داشته باشیم که پروردگار نه همه شبها را شب قدر قرار داده است، نه همه ماهها را ماه رمضان. یک خرافات دیگری که به این شب عموما وابسته کردن نماز 100 رکعته. بیچاره پیرزنها، بیبی های ما، مادر بزرگان ما که خاک پایتان باشیم، هر آن پیرزنهایی که با این گپ‌های گفته که چون عالمی نبود که به ایشان فهماند، اهل کتاب نبودن یعنی نمیتوانستند کتاب بخوانند، باور کردند و چند شبها رو با نمازهای 100 رکعته که وقتی که نماز 100 رکعت شد انسان دیگر خسته میشه و جسم انسان رو هم میدانیم که تا چه اندازه برداشت عبادت طولانی دارد. از همین است که در ما حدیث در صحیح بخاری است پیامبر صلی الله علیه و سلم نه در رمضان نه در غیر رمضان از 8 رکعت زیاد نماز نمیخوندند. اما لا تسأل عن حسنهن و طولهن، از زیبایی آن، از طولانی آن نپرس. و
این نماز یعنی نمازهای صدرکتی که فقط ما به عدد نگاه میکنیم، به رقم 2 رکعت شد 4 رکعت شد، حتی می نویسند با کاغذ و با قلم که در شب قدر باید این نماز رو خوانید. این نماز هم در یگان کتاب پیدا نمی شود، در یگان کتاب نمی شود و دروغ محض است که تو اگر همین 100 رکعت رو خوانی بعد ثواب میگیری. عادی نماز تراویح، عادی نماز تهجد، عادی نمازهای نافله‌ای که شما به قدر توان خود نگاه کرده در این شب‌ها میخوانید، اجر آن را میگیرید و البته وعده الله هست که خیر من الف شهر، از 1000 ماه بهتر است. اما مخصوص من 100 رکعت نماز میخوانم گویان چه خیلی گفتیم، جسم اگر خیلی خیلی خسته شد دیگر هوش خیال شما در نمازتان نمیشود و روح نماز یا گفتیم جان نماز این حضور دل در نماز است. ببینید در ما یک مشکلی خیلی بزرگ است، همیشه مشکل داریم که در نماز دست را چه خیلی باید برداشت، به کجا باید ماند، آیا بالای سینه میمونیم، آیا بالای ناف میمونیم، آیا زیر ناف میمونیم، آیا به یک طرف دل میمونیم، چیکار کنیم، کدامش رو کردیم هم یک گپی هست. در حالی که حدیث در بخاری هست وقتی مرد می آید و نماز میخواند، پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 بار او را میگویند رو نمازت را خوان تو نماز نخواندی، رو نمازت را خوان تو نماز نخواندی. در آخران وقتی او میگن من 3 بار نماز خوندم در کجا خطا کردم، پیامبر نمیگویند صلی الله علیه و سلم دستت را این طور ماندی، تو این طور نشستی، تو این طور سجده کردی یا این طور سجده کردی. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن شتاب نماز خوندی. از کجا؟ وقتی رکوع میکنی آرام گیر، وقتی سجده میکنی آرام گیر، وقتی یک تا سجده میکنی یک بار برمیخیزی بین 2 سجده ها آرام گیر، وقتی از رکوع برمیخیزی زود به سجده نرو، آرام گیر. یعنی فقط به خاطر اون که آرامیش در نماز نداشت و خیلی خیلی شتاب بزودی سجده میکرد، رکوع میرفت میخیست مینشست، پیامبر میگن ارجع و صلی انک لم تصلی، بیرو از نو خوان تو نمازت را نخواندی. نگفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم که این قرائت را خطا کردی، دستت را مانندی این ماندی مانندی آن ماندی. نه، پیامبر گفتن تو شتاب خواندی که آرامش باید در نماز داشته باشی. اکنون اگر نمازی 100 رکعت فرض کردیم داشته باشیم، در کجای بین نماز آرامش می شود؟ آیا ما رسیدگی کرده می توانیم به 100 رکعت نماز وقتی که ما بعد از خفتن شروع می کنیم تا ساعت 3 یا تا ساعت 4 که کاملا خشوع ما رو می برد و عبادت چه خیلی گفتم در نماز جان نماز اساس قبول نماز این است که روح انسان، قلب انسان بجز اینکه بدن رو یا جسم رو کنترل میکنیم، دستمون چگونه است، انگشت ها چه خیلی است، پایمون چه خیلی است، کلمون چه خیلی استاده است، قلب ما در کجا هست. این مهم است که انسان باید با روح خود، با قلب خود، با فکر خود کاملا با پروردگار باشد که انا این نماز تنها عن الفحشاء و المنکر. این گونه نمازی که تو کاملا در صحبت با پروردگارت بودی، چی کار کرده ایستاده، چی گفته ایستاده میدانی، انا این تو رو از گناه ها دور میکند. پس خرافات دیگر عزیزان این نمازهای 100 رکعت است که هیچ اصل ندارد، نه در کتاب‌های مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه که دیگر آسیاییان همگی پیروی از این مذهب داریم، نه در دیگر مذاهب پیدا نمیکنه نماز 100 رکعت رو، یا پیدا نمیکنه 2 رکعت نماز شب قدر که گویا در رکعت اولش این انزلناه فی لیلة القدر میخونه، در رکعت دومش باز یک سوره دیگر میخونه. این نمازها تماما در بارش در یگان حدیث آمدگی نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن علیکم بسنتی و سنت الخلفاء المهدیین الراشدین، شمایان سنتی مرا کنید، یعنی کاری که من کردم، و سنت صحابه های مرا خلفای راشدین مرا، تمسکوا علیها یا تمسکوا بها، به آن پایبند باشید و حتی و عضوا علیها بالنواجذ، با دندان های کرسی آنها را سخت بگیرید. و در دوامش میگویند و ایاکم و محدثات الامور، و هرگز شما به چیزهای ناپیدایی که در دین اصل ندارد و فلانی گفت میبینید که یگان پیامبر این را نگفتن، صحابه این را نکرده است و اون نروید. فان کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله، در روایت و کل ضلاله فی النار، تمام چیزی که من نگفتم، صحابه های من نکردن، شریعت اون را نکرد و شما انجام میدهید و چیزی ناپیدا هست که دین شما را ویران میکند، دین شما رو به خرافات و بدعت آمیخته میکنند. مردم متنفر میشوند وقتی بدعت ها زیاد شد و این گناه هست این ثواب است شد، مردم میگن ما با این دین این گونه زندگی کردن نمیتوانیم، دینی که اینش ممکن است این ممکن نیست، در حالی که الله میگوید
یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. ای بنده های من وقتی به شما اسلام را شریعت کردم برای شما فقط آسانی میخواهم. دین اسلام دینی نیست که شما اگر در حقیقت همون گونه که آمده است عمل کردید، شما خیلی در یک انزوا باشید، با مردم در علاقه شده نتوانید، زندگیتون تنگ و تاریک باشد، عموما حیات برایتون تنگ باشد. نه، این گونه نه. اونهایی که با اسلام حقیقی زندگی میکنند آزادتر هستند از آن همه مردم دیگر دین ها، آزادتر هستند حتی از مردم های بیدین، پاکیزه تر هستند، آرامتر هستند از همه لحاظ. پس اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کار ما رو کنید، کار صحابه ها رو کنید و به کدام مذاهب نگاه نکنید. به خود مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم نگاه نکنید. میبینید که میگن دلیلمون به این کار، مثلا به کتاب مبسوط نگاه کنید، از آن امام سرخسی هست. به هر یک کاری که در مذهب ابو حنیفه است، یا میگن این کار در قرآن است، یا میگن در سنت است، یا میگن عبدالله ابن مسعود این رو کردند و دیدن، یا که عبدالله ابن عباس این رو کردن، یا این از حضرت عایشه روایت است، یا این مثلا از دیگر صحابه ها، از عمر ابن خطاب روایت است. یعنی دلیل هایشان از صحابه ها هست، از پیامبر است، از قرآن است. نه اینکه یک نفر یکی اومد و چیزی رو گفت به یگان دلیل مردم دیگر صد رکعته و 200 رکعته و چند رکعته نمازهایی که روح ندارد، نمازی که انسان فقط شتاب نگاه میکند به رقم که چند رکعت خواندم. مسئله دیگر عزیزان، در شب قدر گفتیم این نمازهایی که تماما وجود ندارد و مردم میخوانند، یا انتظاری پرنده یا فرشته‌ای که انسان رو به شرک میبرد. در خود رمضان، ماه رمضان چه خیلی که پیشتر گفتیم ماه تربیت روح انسان است، ماه تربیت جسم انسان است، اما چقدر چیزها رو داخل این ماه بعضی ها جای کردن که گمان میکنید این ماه هم یک ماه زندان است. یعنی در این ماه چقدر چیزهای حلال رو میگویند حرام است. از جمله میگویند در این ماه عموما توی شدن حرام است، ازدواج کردن، و این چنین حتی از ماه رمضان شروع کرده تا ماه ذوالحجه، یعنی تا عید قربان هم بین دو عیدش میگن یگان خیر توی شدن ممکن نیست، ازدواج حرام است. بدبخت میشود انسان، نمیدونم چیزی دیگر از کجا باشد. اگر به کتاب بدایه و نهایه نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم با ام سلمه در ماه رمضان ازدواج کرده بودند. با ام سلمه در ماه رمضان ازدواج کرده بودند. در ماه رمضان، در روزه رمضان هم خودبگی گناه کبیره است و کفاره دارد، اما برای ازدواج یا توی شدن یگان باکی ندارد. البته در توی ولیمه دارد، ولیمه رو میتوانند در افطار به مردم بدهند، هم اجر افطار روزداران می شود، هم ولیمه توی می شود که خیلی توی با برکت می شود. وقتی گفتن توی ما یا ضیافتی توی ما در وقت افطار می شود. البته وقتی من میگم توی کردن و ضیافت توی رو دادن ممکن است قصدم از آن توی های نیست که پر از رقص و بازی و دیگر از عرق نوشی و کلن کارهای حرام باشد. مقصد من از همون ولیمه های حلالی است که در دین اسلام توی ما توی هست که نه در آنجا زن و مرد با هم آمیخته هستند، نه در آنجا رقص و بازی زن و مرد و موسیقی و حرامخوری و این چیزها نمی شود. یعنی توی های ولیمه های عادی رو یا نکاح های عادی رو در رمضان کرد انسان یا بین دو عید کرد یگان گناهی ندارد و کلا خرافات است. کسی میگوید نه ممکن نیست، انسان بدبخت می شود یا چیزی دیگر. و این چنین یکی از گپ‌های بافته مردمی این است که عروس دامادی که پیش از رمضان ازدواج کردن برای آنها روزه فرض نیست، آنها روزه نگیرند. نمیدونم این گپ از کجا آمده است. در ما اونی که بیمار است، اونی که مسافر است، اونی که مادر حامله هست، مادر شیر میدهد، دربارش حدیث ثابت آمدگی است. آیت قرآن کریم است که و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، بیمار باشی، مسافر باشی، تو میتوانی دیگر روزها روزه بگیری. و این چونین در ما حدیث است که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن الله اجازه میدهد برای زنی شیر دهنده و حامله که روزه نگیرن، بعدن گرفته میدهند. اما عروس و داماد رو از کجا اینجا آوردن؟ خیلی خواهران میگن من بعد از عروسی تماما روزه نگرفتم، چگونه کنم که قضای زیاد دارم. حتی برادران هم هستن همین گونه سوال ها هست. عزیزان، عروس و داماد روزه نگیرد این گپ از کجا هست؟ این هیچ دلیل ندارد. انسان بدون عذر وقتی روزش رو میخورد او مرتکب گناه کبیره است، او فرض الله رو ترک کرده ایستاده است. چه خیلی گفتیم برای بیماران اجازه هست، اما برای نوخانه‌داران در یگان جا آمدگی نیست که آنها نه بیمار هستند نه مسافر هستند که به آنها گفته شود که شما روزه نگیرید هم گناهکار نمیشوید. چیز دیگر
اینجا عکس عیناً همین چیز. خواهران هستن یا بعضی عائله های هستن که میگویند من بیمار هستم، چند سال است که روزه نمیگیرم، وای چقدر این گناهایش بالای من باشد، من به الله چی میگفته باشم. گویا که الله اینقدر بیرحم باشد به شما که شما بیمار هستید و به شما فرض باشد که روزه گیرید. با آیت قرآن کریم نگاه کنیم، الله میگوید و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. بیمار هستی، مسافری هستی، برایت مشقت هست، فعدة من ایام اخر، بعدا روزه میگیری، روزه نگیر. و علی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین. اگر تماما بیماری هستی که عموما به صحت شدن تو امید نیست، یعنی سال آینده هم شاید روزه گرفته نتوانی، بعدش هم گرفته نتوانی، فدیتون طعام مسکین، به جای هر یک روزه خوردت افطارت را یا یک مقدار خوراکی که سیر میشوی و یک کمبغل ده یا 30 کمبغل رو در خانه مهمان کنی یا خامش رو بده به مقدار 1.5 کیلو برنج یا آرد، با همین کفایه است. الله هرگز برای تو مشقت را نمیخواهد. یرید الله بكم اليسر. در دوام همین آیت میگه تو که در ماه رمضان قلب های ما، ذهن ما نسبت پروردگار رحیم و کریم به بنده هایش، رعوف به بنده هایش، این گونه گمانی نیک داشته باشیم که هرگز چیزی که مشقت است پروردگار بالای ما بار نمی کند یا اون رو از ما نتوانیم هم طلب نمی کند. مسئله دیگر عزیزان، مسئله خوردن ماهی هست و خوردن تخم مرغ است. زیادی ها میپرسند که در ماه رمضان خوردن ماهی حلال است یا حرام است. همین گونه تخم مرغ هم حلال است یا حرام است. عزیزان، اون چیزی که در غیر رمضان حلال است در رمضان هم حلال است خوردنش. اون چیزی که خوردنش در غیر رمضان حرام است در رمضان هم حرام است. ماهی رو که میدونیم که در مسئله اتفاقی است که در قرآن کریم هم آمدگی هست که برای شما صید البحر و طعامش حلال است. در حدیث پیامبر هم آمدگی هست که حتی خود مرده های میته یا خود مرده های حیوان های آبی برای شما حلال هستند. البته اینجا مسئله کمی اختلافی است که در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه از حیوانات بحری فقط یا آبی فقط ماهی حلال است. در دیگر مذاهب تمام حیوان ها، تمام حتی کیت و دیگر خرچنگ و دیگر نهنگ و اینها همش حلال هستند. همه اینها حلال هستند. پس ماهی که در غیر رمضان حلال هست در رمضان هم حلال است. تخم مرغی که در غیر رمضان حلال هست در رمضان هم حلال می باشد. عیناً همین گونه میپرسن که خوردن حسیب یا کلبسه میگویم. ما دیگر متاسفم که خیلی عادت کردیم، اینقدر کلمه های زیاد تاجیکی خودمون هست، زبانی فارسی خودمون هست، ما همیشه بروسی میگوییم. وقتی میگویی حسیب نمیفهمن، باید بگویی کلبسه، بعداً میفهمن. خوردن گوشت مرغ و یا حسیب یا گفتیم کلبسه هایی که از مغازه های روسیه علال خصوص خریده می شود و یا استحصال روسیه هست و حلال نوشته شده است و در وطن یا در دیگر کشورها هستند. در رمضان خوردنش جایز است یا خوردنش حرام است. ببینید در آیت قرآن کریم است الله میگه ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. هر چیزی که به بسم الله کشته شده است آن را نخورید. هر چیزی که به بسم الله کشته شده است، خواه گوشت گوسفند باشد، خواه مرغ باشد، خواه گاو باشد، یعنی حیوان هایی که برای شما مسلمان ها حلال باشد، هم وقتی به بسم الله کشته شده است آن را نخورید. و عزیزان میدانیم که امروز آسانترین کار پیدا کردن سرتیفیکت حلال شدگی هست. یعنی یک دمغه حلال یا یک شهادت نامه خوردگی که حلال رو و هر چی خواهند میزنند، بعد میگن این چیز حلال است. اگر گوشت مرغی که حلال نوشته شده است یا گفتیم حسیب و کلبسه هایی که حلال نوشته شده است در روسیه هست و مشکوک هستید که آیا در حقیقت حلال است یا این هم یک فریب دیگر که خیلی گفتم خیلی آسان شد حلال نوشته برآوردن، در این وقت چی در رمضان چی در غیر رمضان تقوا کنیم. حاضر با اینترنت پیدا کرده می شود. هر یک فرم را یافته آدرسش را یا گفتیم عنوانش را چگونه این رو تیار میکنن، صحبت کردن که یک زنگ زدن است که پیدا کرده می شود. یعنی هر گوشت مرغی که برایش شبهه داریم در غیر رمضان هم در درون رمضان هم خوردنش ممکن نیست. شبهه کلان داریم یا اینکه عموما حلال نوشتگی نیست و ما از اینکه گوشت مرغ است و خوک نیست میخوریم. اگر گوشت مرغ باشد هم مادامی که بسم الله به آن گفته نشده است و 3 شرط اساسی که باید کشندهش مسلمان باشد،
یا اهل کتابی باشد که در دین خودش مستحکم است و در وقت کشتن حتما حلقش بریده شود، حلق حیوان، این شرط ها اگر نباشد در رمضان و غیر رمضان حرام است. فقط در رمضان خوردن مرغ روسیه حرام و در غیر رمضان حلال است، این گپ تماما یک خرافات است. یعنی چیزی که حرام است حرام باقی میماند، چه در رمضان چه در غیر رمضان. چیزی که خوردنش حلال است حلال باقی میماند. و این چنین یکی از خرافات های دیگر درباره رمضان، گویا که شستشو کردن در رمضان حرام باشد، گویا که گرفتن ناخن برای روزه‌داری یا قیچی زدن به مو یا گرفتن موی بدن، اینها گویا که حرام باشد، روزه را میشکسته باشد. در ما حدیث صحیح آمدگی از پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه‌دار بودند و غسل میکردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه‌دار بودند و مسواک میکردند. یعنی ناخن گرفتن، قیچی زدن به مو. حتی در ما حدیث عبدالله ابن عباس است که پیامبر صلی الله علیه و سلم روزه‌دار بودند و حجامه کرده بودند. پس اینها همش کارهای حلال است که انسان روزه‌دار میتواند انجامش دهد. برای خود این گونه یک دینه که همه چیز رو حرام میکند. این همه کارهایی که یعنی کارهای هر روزه یک انسان است که هر روز ما انجام میدیم و علل خصوص در گرمای سخت که مردم هر روز غسل نکردن یا داخل آب نشدن دیگر خیلی حالشان بد میشود. اینها رو وقتی حرام گفتیم پس از دین بجز مشقت، بجز اغلال و سختگیری چیزی دیگری بالای ما نمیماند. برای همین عزیزان اینجا برای برکنار شدن این همه سختگیری های بدعت هایی که اصلا یا خرافات هایی که اصلا در دین ما نیست، برای اینها برطرف شدن باید اهل علم و این چنین خود مردم هم هر چیزی که رابطه به دین دارد از اهل علم پرسند، نه از هر یک مردم که هر یک کسی که میگه این ممکن نبوده است میگویم آره ممکن نیست، این حرام بوده است آره حرام است، این حلال بوده است آره حلال است. در حالی که چیزی که حلال است و یا حرام است باید از متخصصی که یعنی به چیز حلال و حرام شریعت مشغول است به این علم به این دین یعنی علم دینی دستت از آن پرسیم، نه اینکه از مردم عادی پرسیم و بعد از آن همیشه سرسان باشیم که وای این کار ممکن نبود و من انجام دادم، انا این کار ممکن بود است و من انجام ندادم. پس اینجا برای آسان شدن و باز هم یعنی در زندگی همون وقتی پایبند شریعت زندگی میکنیم، روزه میگیریم، نماز میخونیم، حج میکنیم، عزاداری باشد، توی باشد، برای به مشقت دچار نشدن، همون گونه‌ای که دین اصل دین است و همون گونه‌ای که مثل آفتاب دلیل ها روشن هستند باید همون گونه قبول کنیم، همون گونه بیاموزیم. پس میبینید که چقدر دینی داریم که در حقیقت آرامش جان است، آرامش جسم انسانیت هست، یک آرامش دارد که در یگان آیین‌های دیگر ما پیدا کرده نمیتوانیم. این بود صحبت کوتاهی رمضانی من همراه شما عزیزان، با امید آنکه پس از این برنامه خیلی مسئله های ناروشن برای شما روشن شده باشد و ما در پیش شب‌های قدر داریم. شب‌های قدر را نه در انتظار پرنده، نه در انتظار فرشته، نه در انتظار ارواح کسی چیزی، بلکه این شب‌ها را با عبادت خالصانه خود، با رازهایی که شما آن را فقط میتوانید به پروردگار گویید، فقط پروردگار است که آن گفته ها یا گفتیم خواسته های شما را قادر است انجام دهد. این شب‌های قدر را که شب‌های توقع دهه آخر است که شاید دربارش باز یک صحبت دیگری داشته باشم همراهتان، با امید آن که این شب‌ها را شما با پروردگارتان گذرانید، راز و نیاز خود را به او برید، شکایت های خود را به او برید، طلب های خود را به او برید و عبادت هزار ماهه را صاحب شوید و نائل شوید. شمایان را به الله یگانه میسپارم تا برنامه های دیگر در پناه الله باشید. دعا کردن اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.